درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل. گفتار 65. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. حیات و تجربه های ایجادی عینی عبرت بخشند و با وجود آنکه از بین اینتلیجنس کهنه برآمده است، از تمام میراث های ضررناک حیات کهنه دست کشیده کوشش میکند که همیشه پیش رود و در صف پیش باشد. قهرمان های وی هم همین طورند. عبدالسلام دهاتی. در سبک افسانوی تصویرات عینی روی ریالیسم نهفته است که این نویسنده تاجیک را همصف گورکی گردانیده است. ژان روسلو. میرزا شاه فایزی بخارایی، تولد 1307، وفات 1336. از تذکیره محترم. در جواب و تتبع یک غزل میرزا عباس فروغی بسطامی انشاد کرده. ای جان از آن به سینه خود جا کنم تو را، تا صرف راه آن بتی رعنا کنم تو را. چندان روم ز خویش که پنهان شوی ز چشم، گاهی که ای نگار تماشا کنم تو را. رسوا شدم اگر چیز عشق تو ای پسر، هرگز گمان مدار که رسوا کنم تو را. از نسل حور یا ز ملک آفریده ای، نسبت چیسان به آدم و حوا کنم تو را. ای خاک کوی دوست ز بس خوب و دلکشی، می ارزد در بدیده خود جا کنم تو را. ای سرو لاف شیوه آزادگی مزن، ورنه دچار آن قد بالا کنم تو را. فایز به غیر وصف بتان دم مزن دگر، تا شهره زیر گنبد خضرا کنم تو را.
فایز در اوایل حال به مناسبت پیشه پدرش صراف تخلص کرده بود. این غزل را در جواب و تتبع آقا اسماعیل منیر کشمیری انشاد کرده. از تذکیره صدر سیاه. گلبن ندارد این همه خون جگر که من، این گونه بحر هم نبود چشم ترک من. در ملک مهنت از مددی بختی بد سریشت، این سام کسی نیافته هرگز ظفر که من. در خیل کلفت و علم و درد خسروم، جمشید هم نداشت چنین کر و فرک من. رسوای شهر گشتم و دیوانه دیار، شخصی ندارد این همه فضل و هنر که من. در بی ستون عشق ز شیرین روزگار، فرهاد هم نخورده به سر این تبرک من. روزی که دل به عارض ماهت اسیر شد، هر روزه خورده سنگ ملامت به سر که من. روزی که دل به عارض ماهت اسیر شد، هر روزه خورده سنگ ملامت به سر که من. مجنون که بود شهره عالم به عاشقی، صحرا نورد غم نشده این قدر که من. گفتم به ناله سعی نما نرم کن دلش، گفتا به سنگ خاره چی سازد اثر که من. گفتم کی برد از بری صراف دل، بگفت آن گیسوانی پرخمی چون مشک تر که من. میرزا شاه فایز پسری میرزابای آقسقال نام صراف بخارایی است. مما الیه در ضمن کسب پدر به تحصیل علم و کمال سعی و حرکت داشت. در اوایل سال 1914 میلادی برای طبابت و سیاحت ترکیه و بعضی شهرهای اروپا را سیر کرده بود. فایز از خردسالی به ادبیات مشغولی می کرد. علاوه از مطالعه و تفتیش آثار ادبیه فارس به مطالعه آثار ادبیه ترک عثمانی نیز حریص بود. مما الیه با اکثر جوان بخاریان دوست و همفکر بود. بنابراین سال 1918 در واقعه کاریسف از بیم دستگیر شدن روی پنهان کرد. اما امام گذرش قاری روزی نام او را به دربار امیر معلوم کرده دستگیرش کنانید. فایز مظلوم مثل سایر جوان بخاریان
به دست امیر گرفتار آمده، به عذاب و عقوبتی طاقت گداز به سعادتی شهادت فایز گردید. در وقتی سیاحتی ترکیه و پیش از آن خیلی آثار ادبیه نفیسه از استادان کامل این فن جمع کرده بود. با سعی و کوشش امام مذکور آن همه کتاب‌های نادر هم سوزانیده شد. میرزا عبدالله فیاضی سمرقندی، وطن اصلیش خوجند و تولدش 1270 هجری است. از دفتر خودش نقل یافت. مخمس بر غزل حافظ به طریق انتخاب نوشته می شود. خطت چو سبزه نوخیز موسمی حمل است، لبت به تشنه لبان همچو شربتی عسل است. بیا که سبزه دمید و محل همین محل است، در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است. صراحی می ناب و سفینه غزل است. سفر به پیش و مرا خوابی ناز آهنگ است، رهی دراز و گران بار و مرکبم لنگ است. تو را اگر خرد و عقل و رای و فرهنگ است، جریده رو که گذرگاه عاقبت تنگ است. پیاله گیر که عمری عزیز بی بدل است. شرافتی که به علم است گر بداند کس، نمی کند به جهان غیر علم هیچ هوس. تو عالمی به عمل شو به غور نکته برس، نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس. ملامت علما هم ز علمی بی عمل است. کسی نماند به عالم کزو نخوردم چوب، رهی نماند که مژگان من نشد جارو. در این زمانه چو من هیچ کس نشد سرکوب، به چشم عقل نگر بر جهانی پر آشوب. جهان و کار جهان
بی ثبات و بی محل است. چو از ازل که شدم من ز زمره رندان، مرا ز میکده پیری مغان به لطف مران. که این نداست به گوش دلم ز عالم جان، بگیر طره مه چهره و قصه مخوان. که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است. فرد صد مشقت در جهان در کاری آسان دیدم، عاقلان را در هر آسان در هر آسان دیدم. فیاض پیری جهان دیده و پردان است، درباره سیفیلیس و سبب پیدا شدن او و راهی محافظت از این بلای خانمان سوز مثنوی دارد. الان در قید حیات و به پیشه ساعت سازی روزگار و عمر می گذراند. میرزا اکرم فکری سمرقندی، تولد 1288، الان در قید حیات است. در تضمین زمین شدی چی شدی، آسمان شدی چی شدی گفته. اگر شهنشهی روی جهان شدی چی شدی، وگر چو رستمی کشور ستان شدی چی شدی. بلیغ وقت و فصیح البیان شدی چی شدی، فقیری مفلس و بی خانمان شدی چی شدی. عزیز و صاحب قصر و مکان شدی چی شدی. چو سایه پی سپری مردمان شدی چی شدی. چو آفتاب رفیع المکان شدی چی شدی. قبول خاطری اهل زمان شدی چی شدی. زمین شدی چی شدی، آسمان شدی چی شدی.
بهر حق ای بی مروت رو متاب از چشم من. همچو طفلی اشک مگذر در شتاب از چشم من. ای که می پرسی ز شرحی لجه موجی عذاب، در شبی هجران بیا بشنو جواب از چشم من. دی بروی گل مثالی او نگاهی داشتم، جای اشک امروز می ریزد گلاب از چشم من. دیدم عمریست ناظر گشته با مه طلعتان، می سزد گر رشک آرد ماهتاب از چشم من. آگهی گر بایدت از گریه یعقوب زار، بهر این مبحث همی جو فصل و باب از چشم من. قصه از قصه جانان ندیدم خوب تر، گرچه بگذشته است لایحصی کتاب از چشم من. فکریا در حیرتم از تاریخ خود تا به کی، چهره مقصود باشد در نقاب از چشم من. Baba
ба фикри ман намунаи адабиёти тоҷик беҳтарин намунаи сайри тараққии адабии тоҷикон аст. устод айнӣ барои ёфтани баъзе аз нусхаҳои хаттии шоирони тоҷик басо рӯзҳо ки дар ба дару кӯча ба кӯча рафта то онро ёфтаву ба даст оварда ва дар натиҷа заминаи ҳозире барои танқиду таҳлилоти адабии тоҷикон омода намуда. майи соли 1926 Москав. Абулқосим Лоҳутӣ. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 65-ро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.